امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، تندرست باشید، سلامت باشید. میخوام یکی از داستان‌های چالش برانگیزی که تو بلوک زایمان داشتیم با یه مامانمون رو براتون تعریف کنم. درد زایمان برای یه سری از افراد باعث میشه که اون از حالت طبیعی شخصی خودش خارج بشه و یه شرایطی تجربه کنه که اصلا قابل حذف شدن واسه اطرافیانشون هم نیستش. مامان داستان ما، من انقدر به جزئیات یادمه، شکل ظاهریش و اسمش و فامیلیش و حتی خیلی سخته. ببین درد زایمانو وقتی یه نفر نمیتونه مدیریت کنه بیقرار میشه، تکنیک تنفسی، ورزش، ماساژ هیچی به کارش نمیاد، چون نشناختی راجع به درد زایمان داشته و الان به شدت استرس داره، درد داره میکشه، نمیتونه تحمل کنه. حالا من هر چقدر میگم مامان الان نفس عمیق بکش، باید از قبلش اون همراهی آگاهی داشته باشه، اطرافیانش هم حتی همراه آگاه باشن، همسرش هم آگاه باشه. اینا خیلی مهمه. علتی که انقدر تو استوری‌های مختلف راجبش توضیح میدم، اصرار میکنم، چون به عینه دیدم، واقعا به عینه دیدم مامانی که شناخت نداره راجب زایمان طبیعی چقدر پروسش سخت و طولانی. اما یه مامان آگاه صداشو اصلا متوجه نمیشی واقعا. یعنی لذت بخش ترین زایمان طبیعی و ماما همراهایی که بودن با مامانایی هستش که آموزش دیدن قشنگ، حالا توسط خود بنده یا قبلش اصلا کلاس شرکت کرد، تو یوتیوب پستا رو دیده، مشابه تحصیل زایمان گرفته و خیلی لذت بخشه. قشنگ دم بازدم عمیق داره، تو دردش حواسش هست. حالا من براش کمک کردم، مسکن براش استفاده کردیم، گاز انتونوکس براش استفاده کردیم، پوزیشن‌های مخصوصی که درد از فشار از کمر برمی‌داره رو بهش یاد دادیم و انجام داده و اینا کمکش کرده و انقدر آرومه و حتی تا لحظه خروج سر اصلا صدای مامان نمیشنوی و ضربان قلبش هم یه افتی حتی نداشته. انقدر که همه چی خوب و عالی رفته و یک نوزاد سرحال و قبراق متولد شده. چون فقط اینکه زایمان طبیعی کردن مهم نیست، اینکه نوزادی که متولد میشه چقدر حال عمومیش خوب باشه، مامان چه شرایطی داشته باشه مهمه بر ما. و این مامانمون انقدر توصیه‌ای که این کلام تو ذهنم اومد دارم مثالش میزنم، دقیقاً کیس خودم بود و فکر کنم از 3-4 هفته با من همراه شده. حالا ورزش‌ها رو بهش گفتیم و در واقع چون عقب افتاده بود از برنامه به خاطر حالا یه سری شاید نتونسته زودتر شرکت کنه چون تحت نظر صحت مطلق بود، ورزش‌ها رو بهش گفتیم. بعد یک تایم بعد که گذشت ورزش‌های القایی رو بهش گفتیم که باعث پیشرفت زایمان بشه، کمک کنه که سر بچه بیاد وارد لگن بشه، آنگاژمان اتفاق بیفته و تکنیک تنفسی ها و ماساژ اینا رو گفتیم. همراهش هم آموزش ها رو دید. حین زایمان خودم حضور داشتم، براش از روش‌های بی‌دردی استفاده کردیم، چه دارویی چه غیر دارویی، گاز انتونوکس براش استفاده و خیلی کمک کننده بود و یک زایمان عالی. یعنی من خودم جز لذت بخش ترین هم بود. مامانمون نه جیغی نه گریه، هیچی، و انقدر بدنش پذیرش داشت و آماده بود، همراه بود، انقدر خوب به نوزادش کمک کرد برای خروج سر و خیلی لذت بخش بود. من به عنوان یه مامان به عنوان یه ماما خیلی لذت میبرم. مامانی که انقدر همراهی میکنه و آرامش داره و آموزش پذیره و هر چی که بهش گفتی اجرا میکنه. خب تاثیرگذارتر هم هستش با سیمادی. این مامان داستان ما بود که حالا خودم مامان همراهش بودم و دوره‌های خودم شرکت کرده بود. یه مامان دیگه داشتیم کلا آموزش ندیده بود، نه که دوره کسی دیگه هم بگیم شرکت کرد چون دوره‌اش خوب نباشه، اصلا کار به بقیه نداریم که بخوایم قضاوت کنیم. مامانم کار به یه جایی رسیده بود که به همسرش دیگه فحش میداد، من نمیخوام زایمان طبیعی کنم، من که گفتم منو ببر، چرا داری با من این کار میکنی، التماس میکرد و اصلا خیلی شرایط بدی بود و واقعا ما ناراحت بودیم. با همسرش صحبت کردیم، گفتیم ببین همسر شما توانایی زایمان طبیعی نداره، نمیتونه تحمل کنه، بیقراره، درد کنترل نمیکنه، با اینکه از براش مسکن استفاده شده بود ولی نمیشد. ببین چون یه سیکل معیوبی وجود داره، وقتی تو این چرخه ترس و استرس و درد میافتین، درد رو از حالت عادی بیشتر احساس میکنین. یعنی درد فاز در واقع فعال رو نهفته احساس میکنی، یعنی درد مثلا 7 سانت 8 سانت رو روی 2 سانت احساس میکنی و خیلی بده. چون فکر کن از 2 سانت همچین دردی ما در تحمل کنیم، به نظرت به زایمان میتونه برسه؟ خب مسلما نمیتونه برسه. و هم راضی کردن همراهش هم سخت بود. میتونی منظورم چه زایمان طبیعی کنه چه سزارین کنه فرق به حال ما نمیکنه. ما برای ما مهم اینه که حال عمومی مادر و حال نوزاد بچه و رضایت همسر مهم بود و این خیلی تجربه تلخ و بدی بود برای من. علتی که بارها هم تو پست‌های مختلف استوری پیام ها میگم و خیلی از مامانا میگم که تمام حواست معطوف نکن به روز زایمان، از قبلش آموزش ببین، همراه آموزش ببینه که همسرت هم آگاه بشه. تا یه جایی میشه فرصت داد برای زایمان، اما اگه ضربان قلب افت بده کنه، مادر همراهی نداشته باشه، پیشرفت زایمان اتفاق نیفته، باید سزارین انجام بشه. سزارین قرار راهگشای این شرایط باشه، پس کجا به درد ما میخوره؟ میدونی منظورم چیه؟ این خیلی نکته مهمی بود که لازم بود راجبش حتما یه استوری یا یه پست بذارم
که بهتون بگم همراه هم باید آگاه باشه، همسر هم باید آگاه باشه نسبت به روند زایمان و هم نظر با شما باشه، به خاطر اینکه تو حین زایمان طبیعی واقعا این خیلی گزینه مهمیه و شما فکر کنید که این پروسه تا راضی کردن همسرش توضیح بهش بدی شرایطو، همسرش هم بی‌قرار و یه جو خیلی سمی و بدی بود و من هیچ وقت یادم نمیره، به خاطر اینکه احساس میکنم اون خانم حس اون خورد شدن داره یا بی توجهی پیدا کرده، مثلا کسی بهش اهمیت نمیده، انگار فقط این که فقط زایمان کنه مهمه، نفس اون آدم مهم نیست و این خیلی حس بدیه و متاسفانه خیلی از مامان‌ها این شرایط تجربه میکنن. بارداریش لذت بخش هست ولی شرایط سختی داره، مامان از خیلی چیزا به خاطر خودش غافل میشه، بدنش فرمش تغییر میکنه، همه اینها هست. حالا اگه کسی تو این دوران همراهش نباشه، پس از زایمان کسی هم نظر باش نباشه، خب شرایط سختی مادر تجربه میکنه و اصلا این در شأن یک مادر نیست به نظرم.